واسط خبر دارم از سالی که مصیبتی بودن روزش واسه یه نظام سطحی که خبر داره خبر داره گیجومیل شدن ولی فقیه حضور نظر داره خبر داره به همه جا سفر داره از مذاکره تا مرز خودکشی خبر داره مذاکره خطر داره خامنه ای زهر رو زده و زهرخوری درد سر داره زهرخوری درد سر داره زهر رو تا ته بالا کشید ولی از برجام هم خیری ندید دید به خودش لرزید هی تو خودش ترسید رفسنجانی زد و شرایط رو خیلی سخت کرد این وضعیت عظما رو زد و یواش فیسش رو صاف پخ کرد واسه یه تلافی سیدلی میتی رو حیرون برز داد توی زندون ولی مگه ثمر داره با این حساب نتیجه میگیریم زهرخوری درد سر داره زهرخوری درد سر داره هر کاری میکنه واسش ضرر داره ولی چاره ای نداره زهرخوری درد سر داره زهرخوری درد سر داره اتاق تمام ولوم بده کامان به گزارش من از خبرگزاری خبرم سال گذشته شد نظام بدجوری چپ حالا بشنویم از آزاشون تو سوریه و حلب سیدلو کرده جون به لب سوریه و یمن میخواست عراقو نگو که مطلقا میخواست راست میتونستاد بوم بسط کوچه تو مردم رشد بادکنکی میکرد تو منطقه با تلمبه بادکنکش بانک سوزن یهو ترکید مچاله شد اون قلمبه حالا جنازه پاسدارا رو میکنن خرکش پایین اومده فکش کجا آخه ثمر داره با این حساب نتیجه میگیریم زهرخوری درد سر داره زهرخوری درد سر داره به گزارش من از خبرگزاری خبرم سال گذشته شد نظام بدجوری چپ حالا بشنویم از اوضاعشون توی انتخابات کل نظامش زده کات انتخابات بهش نساخت نتیجهش چی شد الان بهت میگم باخت روز رای گیری رو داد ولی تقی اربا امش اکبر شام واسش ولی شاختر شد رو سرش خراب شد همه میگه نظام بخوای بمونه باز با غرب دوست شه باید یکم ملوس شه ولی مگه ثمر داره با این نظام نتیجه میگیری زهرخوری در